سلام کرده ہے مقام عظما ہے ولایت دامت برکاتو ہے. البته که شعر هندی یک سری ملزومات میخواد مثل درخت و رقص و مخلفات که به خاطر آتش به اختیار ما صرف نظر کرده ہے. شعر اگر اجازه بدی بنده بخوانه. میفرماید که آیا مودیسکو دنس زیر عظما آدم سے انتخابات عینهو پل هندی چقدر نظامتون بدشانسه. یه دورینگه دوستی دورینگه امیتاب بچن با محمود و حاج قربان. کی بودن این دو بزرگوار؟ حاج قربان حاج قربان با جناق جبار سینگ بود تو فیلم شعله اگه دیده باشین. امیتاب بچن همون ویژه‌ایه که تو دفاع مقدس هم جنگ کردن و آیت الله مکارم ایشان را حرام اعلام کردن. زنده باشید. خیلی خوب خیلی خوب. به اساتید فارسی گوی و فارسی دان هند سلام ما رو ابلاغ بفرمایید. بگید ما احساس برادری میکنیم با پارسی گویان و پارسی دانان هند. من خواهش داشت از شما خواهش کرده ہے که با عمه مبارک خودتان احساس برادری کرده ہے. همون که الان با عراق و یمن و سوریه این احساس برادری کردی ما داریم میبینیم که وضعیت چه شکلی هسته. با لطفا با فک و فامیلای خودتان احساس برادری بکنید. تشکر کرده ہے. تشکر کرده ہے. آقای سیار شما شعر چیز نداری؟ کوتاه و مناسب جلسه؟ ولو نه اونقدری که شما میگی نه، ولی یه اینقدری دارم رفع کتی یه ربایی جمع و جور که تقدیمتون میکنم. بخون یه ربایی. جا تو با آقای انصاری عوض همونجا بذار بشینم فرق نمیکنه. اوه یابو مجلس ادبیات ها. خب وقتی آقا میگه بذار بیشینه خب بذار بیشینه دیگه. میام میشینم رو تا داستانی داریم. خب چی بود اون که ناجوره، اونم که مورد داره. یادمون رفت ما غافل دادیم دل به دستت ما را یاد و تو را فراموش. مسخره. شاعر مملکتیم ما فکر میکنیم ما مثل خودت نقل و نبات هر جوک و مسخره بازی هستیم آخه. خدا نکنه. حالا دیگه بکنیم. اسم شعرم هست فتنه. میفرمایم که فتنه شاید یک کش و یک بند تنبان بوده باشد. فتنه شاید آن امام پیر و نالان بوده باشد. آفرین. فتنه شاید شعر شاعرهای لاشخور. فتنه شاید توسیان استاد قرآن بوده باشد. آفرین. آفرین. باریکالله. فتنه شاید شخص عظمای ولایت. فتنه شاید اختلاس مجتبی جان بوده باشد. آفرین. آفرین. من تفنگم گله آتماروم اماما. فتنه شاید یک کدو یا یک بادمجان بوده باشد. آفرین. آفرین. خیلی خوب خیلی خوب. اول که گفتید من تفنگم ترسیدیم. بعد که گفتیم گله آتمارم خاطر اون جمع شد. سلامت. دیگه حالا اینجوریه دیگه. من یک آخوند مخلص هم ریشه چنارم. در این ترق بازی آتش به اختیارم. عظما تو گوجم باش من در رهت خیارم. عمامت رو بردار تا بر سرت ببارم. سیلی زدی به دشمن اما به گوش من خورد. تخم دو زرده بگذار یا من برات بذارم. ماییم و موج فتنه شب تا سحر هراسان. خواهی خودت بخاران یا من برات بخارم. خیلی خوب. طیب الله انفاسکم. قسمت آخرش نیمایی بود، اما قسمت های اولش نیمایی نبود. شعر آزاد بود، یعنی شعر مثلا بی وزن و شعر سفید در واقع، و نه وزن داشت و نه قافیه.
والا ما نیتمون این بود که شعر ولایی بگیم. نیمایی رو خودتون به بی‌وزنی خودتون ببخشید دیگه. حالا مضامینش چطور بود؟ خب مضامینش هم البته این آخریا رو فهمیدیم، اولیا رو خیلی نفهمیدیم. اینم از نافهمی و ناآشنایی ماست با این شعرها. انشالله که موفق و مؤید بشه. اگر اجازه بدید یک دو بیتی میخونم خدمتتون. میگه که ما آمدیم و در منزلت گشاده نبود، آهی خدا ز چه امامت نهاده نبود. بسیار خوب، خیلی خوب. اون بیت نهاده نبود و یه بار دیگه بخونید. بله الان میخونم. آهی خدا ز چه امامت نهاده نبود. نه خداش اینجا زیادیه. خدا باید خدا رو، فاعل نهاده رو باید بردارید. نهاده نبود ولا ننهاده بود باید میگفتید. اینو خداشو عوض کنید. بله چشم، حتما این کار رو میکنم هرچی امر عظما باشه. اصلا هم خدا رو عوض میکنم هم نهاده نبود، اصلا کل شعر رو میمالونم که اصلا بره اصلا در آستان ولایت. میگه که ما آمدیم و در منزلت گشاده نبود، آهی فلک ز چه امامت فتاده نبود. وقت آن است قلم زیر نوشتن بزند، کاش صاحب قلمش این همه واداده نبود. آفرین. اون قلم رو بخونید. وقت آن است قلم زیر نوشتن بزند. نه زیر نوشتن باید زیر گریه بزنه قلم. باید بگید وقتی مشغول نوشتن شد زد زیر گریه. اینو باید اینجوری از آب در بیارید. ولی زیر نوشتن زدن معنی نداره، زیر گریه زدن معنی داره. چی؟ زیر گریه؟ او تو هم گرفتیم ما رو. ما 4 بیت شعر گفتیم، شما 6 بیتش اونجا عوض کردیم. من واقعا نمیفهمم. قلم بزنه زیر گریه. اگه قرار بود قلم بزنه زیر، شما یه روزه بخون، قلم ما که چه قلم گاو هم بزنه زیر گریه. من نمیفهمم. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب. اسکولی بابا.